چلو بازاری ما شروعش با گوجه کبابی پوست گرفته از همون فراد 3 تا 4 تا دونه گوجه واسه هر پرس غذامون. بریم که گوجه ها رو اول له کنیم. بریم واسه یه چلو درجه یک ایرانی که میاد روی این گوجه کبابی ها 1.5 پرس پرملات سماق درجه یکی تبریز. آخر کارم همون فراد کره نیوزلندی. البته کره، سماق، گوجه هر کدومش رو بخوان هر چقدر بخوان نخوان نمیریزیم. بریم واسه بازاری کردنش همون فراد. چلو بازاری سلطانیمون یه سیخ چنجه گوسفندی داره، یه سیخ کوبیده داره، یه سیخ هم دنبه داره. اینم برنج زعفرونیش. چلو بازاری بختیاری یه سیخ چنجه گوسفندی داره، یه سیخ جوجه رون داره، اینم دنبه معروفش. در آخرم برنج زعفرونیش. این شد چلو کوبیده بازاری دوبل. این پیشنهاد